سال 1403 سالی پر از اندوه برای هنرمندان و سینما بود و هنرمندانی که امسال فوت کردند قلب میلیون‌ها آدم را به درد آوردند و ما در این ویدیو به هنرمندانی که امسال فوت کردند میپردازیم تا یاد و خاطره هاشون همیشه با ما همراه باشه و با ما در این ویدیو همراه باشید تا یادشون رو گرامی بداریم. شاید دردناکترین خبر فوت هنرمندامون مال رضا داوودنژاد بود که جامعه هنری رو تحت تاثیر خودش قرار داد. رضا داوودنژاد که متولد سال 1359 بود، به واسطه پدرش علیرضا در سال 1365 وارد سینما شد و سریال محبوب پشت کنکوریا نقطه اوج شهرتش بود. ولی تصمیم عجیب رضا داوودنژاد باعث شد که این بازیگر کشورمون بیشتر از 44 سال عمر نکنه. در جوانی و هنگام خدمت سربازی تصمیم گرفت خودش رو چاق کنه و این چاقی بیش از حد براش درد سرساز شد. پس از چاقی بیش از حد رضا داوودنژاد تصمیم گرفت با عمل لاغر بشه، ولی کبدش دچار مشکل شد و 2 بار پیوند کبد انجام داد، ولی در نهایت در 13 فروردین سال 1403 به دلیل عفونت خون پس از پیوند کلیه جان رو به جان آفرین تسلیم کرد. بازیگر نقش منفی دوست داشتنی نفر بعدی این ویدیو هستش، ولی قبل گفتنش ویدیو رو برامون لایک کنید رفقا. حسین توشه بازیگر شمس‌الله در سریال باران که عمدتاً نقش منفی بازی میکرد امسال در جمع ما نیستن. حسین توشه متولد 1 فروردین سال 1333 هستش و ابتدا با نقش کوتاه در سریال کوچک جنگلی وارد بازیگری شد و با سریال باران به شهرت رسید. حسین توشه عمدتاً در صدا و سیمای گیلان کار میکرد و در فصل اول پایتخت هم حضور داشت. این بازیگر خوش اخلاق کشورمونم در 11 آذر ماه 1403 پس از تحمل بیماری‌ها جان رو به جان آفرین تسلیم گفت. سعید راد نیز از جمله بازیگران فوت شده امسال هستش که به خاطر چهره و استایل بدنیش در سینمای قبل انقلاب وارد بازیگری شد، ولی بعد از چند فیلم و انقلاب اسلامی این بازیگر تا سال 1382 ممنوع الکار شد و فعالیتی نداشت و پس از اون دوباره به قاب سیما برگشت. در سال 1402 به خاطر زمین خوردن ناحیه ستون فقراتش آسیب دید و عملهای جراحی متفاوت نتیجه مثبتی براش نداشت و متاسفانه در 1 مرداد 1403 علاوه بر مشکلات ستون فقراتش و عفونت ریه و مثانه هم بهش اضافه شدن و به همین خاطر دار فانی رو وداع گفت. صنعت دوبله ایران هم داره خالی از ستاره‌ها و پیشکسوت‌ها میشه و امسال ما 3 تن از اسطوره‌های دوبله رو از دست دادیم که اول از همه ژاله اولو بود. ژاله اولو با نام اصلی شوکت دوبلور، بازیگر و گوینده کشورمون بود که پدرش یکی از خوشنویسان دوره قاجار بود که باعث شد در همان کودکی ژاله اولو در دنیای علم و ادب پرورش پیدا کنه. ژاله اولو سوابق درخشانی در حوزه دوبله و گویندگی داره و صدای او جزو صداهای ماندگار دوبله به حساب میاد. در سال 1389 در طی یک بزرگداشت جزو چهره‌های ماندگار هنر ایران خوانده شد. نقش خاله لیلا در سریال روزی روزگاری و نقش مادر مختار در سریال مختارنامه جزو آثار مهم این بازیگر کشورمون هستش. متاسفانه ژاله اولو در 4 دی ماه 1403 سرانجام پس از مدت‌ها تحمل بیماری قلبی دار فانی رو وداع گفت. علاوه بر ژاله اولو، ایرج رضایی دیگر پیشکسوت دوبله نیز در 29 بهمن ماه امسال از جمع ما رفتن و همینطور که میدونید چند روز پیش هم منوچهر والیزاده دوبلور لوک خوششانس و سریال فرار از زندان هم جان رو به جان آفرین تسلیم کردند تا صنعت دوبله خالی از پیشکسوتان بشه. هوشنگ حریرچیان جزو بازیگرانی بوده که در سنین نوجوانی بازیگری در تئاتر اصفهان رو شروع کرد. پس از چند مدت فعالیت در بازیگری رفت به رادیو و اونجا مشغول به کار شد. هوشنگ حریرچیان با مجموعه تلویزیونی آشپزباشی دیده شد و با نقش پدر دکتر نیما افشار در سریال ساختمان پزشکان به شهرت بسیاری رسید و تا سال 1403 هنوز هم در صنعت سینما پررنگ بود، ولی متاسفانه در 30 مرداد 1403 به دلیل کهولت سن از دنیا رفت.
زری خوشگام مادر لیلا حاتمی، بازیگر مشهور و تاپ ایرانی و همسر علی حاتمی، کارگردان خاطره‌ساز کشورمونم از میان ما رفته. زری خوشگام بازیگر قبل انقلاب سینمای کشورمون هستش و از سال 1350 بازیگری رو شروع کرد و با ایفای نقش‌های متعدد در سینمای قبل انقلاب به شهرت زیادی دست یافت و بعد از انقلاب هم به صورت گزینشی در نقش‌های کوتاهی ایفای نقش می‌کرد. اهالی سینما و مخاطبان زری خوشگام رو بعد انقلاب با نام زهرا حاتمی میشناختن و متاسفانه زری خوشگام یا همون زهرا حاتمی در تاریخ 28 اردیبهشت 1403 به دلیل سکته و ایست قلبی ما رو در این دنیا ترک کردند. فتح‌الله طاهری بازیگر و تعزیه‌خوانی بود که در سال 1321 به دنیا اومد که اول در سنین جوانی تعزیه‌خوانی رو آغاز کرد و بعدش به تئاتر اومد و عمدتاً نقش‌های کوتاهی رو بازی می‌کرد. پررنگ‌ترین نقش آقای طاهری که در ذهن مخاطبان باقی مونده نقش پدر منصور در سریال متهم گریخت بود. البته در سریال‌های مختارنامه و محمد رسول الله هم بازی کرده. این بازیگر خوب کشورمون که 60 سال سابقه تعزیه‌خوانی هم داشت، در 7 مرداد ماه سال 1403 به علت بیماری گوارشی در بیمارستان بستری و پس از 12 روز این دنیا رو به مقصد آخرت ترک کرد. قبل از ادامه ویدیو میخواستم ازتون بپرسم جای خالی این بزرگواران در سینما از دید شما احساس میشه؟ حتما نظرتو برام بنویس رفیق. زهره حمیدی بازیگر زن خوشچهره و خوشخنده کشورمون که در سال 1336 متولد شده هم جمع ما رو متاسفانه امسال ترک کرده. در سن 35 سالگی بازیگری رو آغاز کرد و طول دوران بازیگری خود عموماً نقشای مکمل رو بازی میکرد. زهره حمیدی 4 فرزند داشت که به گفته خودش در برنامه ماه عسل یکی از پسراش به دلیل استفاده مواد انرژیزا ایست قلبی کرده. این بازیگر محبوب کشورمون هم در سال 1402 به بیماری سرطان لوزالمعده مبتلا شد و در نهایت پس از حدود 1 سال مبارزه با این بیماری در تاریخ 4 شهریور سال 1403 از دنیا رفت. حسین خانی بیک سال 1320 متولد شد و فعالیت‌های بازیگری رو از تئاتر مدرسه شروع کرد و برای یاد گرفتن مهارت بازیگری در کلاس‌های بازیگری مهین دهیم هنرپیشه معروف شرکت کرد. در عرصه بازیگری هیچ وقت نقش اصلی رو بازی نکرد ولی معروف‌ترین ایفای نقش او حضور در سریال مختارنامه بود. این هنرپیشه کشورمون در سال 1402 به کرونا مبتلا شد و بعد از اون متاسفانه به تدریج قدرت تکلم و شناخت دیگران رو هم از دست داد و در تاریخ 1 شهریور 1403 از این دنیا با موجی از بیماری‌ها رفت. حاشیه پلاس با انواع و اقسام حواشی‌ها در کنار شماست. پس کانال ما رو سابسکرایب کنید و از ویدیوهای کانال دیدن فرمایید.